امیدوارم صحتمند باشین. در ضمن دیشب من یک رویداد کاری رو دیدم، البته یک ساید است که یکی از یوتیوبرها میخواستن ثبت نام کنن، البته لینکش در دسکریپشن یا یوتیوب نگذاشته بود. مردم هم ازش سوال کرده بودن که لینکش واسه من بفرست یا لینکش بگذار، لینکش مثلا ما کار داریم، چون مردم هم میخوان که ثبت نام کنن خودشون خیلی راحت از طریق گوشی یا کامپیوتر خود خیلی راحت تر بتونن ثبت نام کنن. این مشاغل کاری از کشور لوزامبورگ است که در قاره اروپا می باشد. هدف اینجاست که من مستقیما این لینک گرفتم، تو کروم بازش کردم و الان میخوایم که طریقه ثبت نامش به شما آموزش بدهم. در ضمن همین لینک رو من در دسکریپشن یوتیوب خود یا صفحه خود میذارم. اون همین لینک شما کپی بگیرین، بعدا برین تو کروم بازش کنن، اونجا ثبت نام کنن. خیلی راحت‌تر شما میتونید ثبت نام کنین و خیلی آسان‌تر. اینجا اسم است که من اسم این دوستم ذکر کردم به اسم عارف الله است. اینجا مثلا تخلصش از آخرین مثلا اسمشن زواگ. خب اینجا جنسیتش هست که جنسیتش شما اینجا میزنید، بعدا هم میاین اینجا انتخاب میکنید که مرد یا زن انتخابش میکنید. کشور محل اقامت فعلی است که کشور محل اقامت فعلیش من افغانستان انتخاب کردم. شما هر کشوری که می باشین، همون کشور که اقامت دارین، اگه ایران است، اگه ترکیه است، هر جایی است، اینا شما انتخاب کنید. ملیت است که ملیت افغانستان است انتخاب کنید و ایمیل هستن که من ایمیل زدم، این تاییدی ایمیل است. شما نگاه کنید اینجا برای من علامه را گذاشته که مقادیر فلیدها مطابقت ندارد، یعنی من اینجا ایمیل آدرس اشتباه زدم. خب شما باید درستش بزنین که هر دو ایمیل آدرس اینجا یک چیز باشن. اما ایمیل آدرس اولی که شما اینجا ذکر میکنین در تاییدیش هم اینجا اما ایمیل آدرس شما ذکر کنین. بعدا اینجا نمبر واتساپ گفته، شماره واتساپ رو بگذارین که شما نگاه میکنین که من شماره واتساپ رو گذاشتم. بعدنش هم اینجا شماره تلفن جایگزین اختیاری است. اگر شما میذارینم بذارین، اگر نمیذارینم مشکلی ندارد، شما اختیار دارین. خب در ضمن شرکت در رویداد، خب گفته که شما در کدوم رویداد شرکت میکنین؟ نمایشگاه آنلاین مشاغل مسافرتی لوزامبورگ، تاریخش هم در زیر گذاشتم. نمایشگاه آنلاین مشاغل مسافرتی لوزامبورگ، مشاغلش هم در زیر گذاشته، تاریخشو. خب نمایشگاه کاریابی فرش استارت لهستان، فراوری مواد غذایی، اگه این انتخاب میکنین. نمایشگاه مشاغل رانندگی لیتوانیا، این اگه انتخاب میکنین. استخدام آنلاین فرصت های شغلی در مزرعه پرتغالی، البته این اگه در مزرعه پرتغالی مثلا میشه کار کنین یا اشتراک کنین، این رو باید تگ بزنین، نبوده علامه بزنین. بعد من اینجا زدم نمایشگاه آنلاین مشاغل مسافرتی که اینجا شغلت باید همون چیز باشه. مثلا اگر در مواد غذایی می باید آشپز باشی، مثلا اگر در مسافرتی می باید درایور باشی، دریور باشی، راننده باشی. خب اینجا ما چطور مایل در رویداد شرکت کنید؟ حضوری، یعنی من میخوایم حضوری شرکت کنم. نوشته که سابقه کاری شما چقدر است، اینجا رو انتخاب میکنین. سابقه کاری شما که هر چقدر بود امور انتخاب میکنین. اینجا نوشته که مهارت های زبانی، یعنی کدوم زبان ها رو شما یاد دارین. انگلیسی من علامت زدم و عربی رو. شما هر کدوم که یاد دارین، اگر مثلا روسی رو، ترکی رو، آلمانی رو، فرانسوی رو، اسپانیایی رو، هر کدوم زبانی که یاد دارین همون زبان علامت بزنن. اینجا سن است، گفته که سنتون مثلا بزنن چقدر سن دارین. اینجا سن کمتر از 20 سال نباشه، مثلا از 21 سال و بالا، از 21 سال و بالا تا 34 زدم، همون سطح سنی است. خب اینجا نوشته کردن که سطح تحصیلات شما چقدر است. من نوشته کردم مدرک دانشگاهی کارشناسی. شما هر چی که مدرک داشتین اون رو باید انتخاب کنین. اینجا در پایین آمده که مهارت ها، چی مهارت هایی دارین. شما هر مهارت هایی که دارین به انگلیسی نوشته کنین. اگر خودتون نمیتونین به انگلیسی مثلا نوشته کرده،
از طریق هوش مصنوعی فارسی نوشته کنن و به هوش مصنوعی بگن که او را به انگلیسی ترجمه کنه، بعدن کاپی بگیرن اینجا پست کنن. اینجا آمده بعضی سوالات از شما میپرسه آیا در حال حاضر معجزه کار معتبر اتحادیه اروپا دارید؟ یعنی اگر معجزه کار دارید بله، اگر ندارید نخیر. من نخیره انتخاب کردم. آیا شما برای دریافت حمایت مالی از وایزا آماده هستید؟ یعنی شما توانایی مالی را دارید که اینجا میرید؟ اگر دارید بله، اگر ندارید هم که نخیر. خب اینجا آماده آیا در صورت انتخاب شدن مایل به نقل مکان به اروپا برای کار هستید؟ بله. اگر هستید خب به خاطر این پرش میگین که بله. آیا قبل در اروپا کار کردید؟ اگر قبل کار کردید دیپورت شدید بله، اگر نه که نخیر. آیا در صورت درخواست آماده ارائه مدارک، تمام مدارک مورد نیاز ویزا هستید؟ یعنی پاسپورت و بعضی از مدارک ازتان میخواید، اونا رو باید شما ارائه کنین، بدون از این باز نمیشه. اگر بله بود بله، اگر نخیر بود نخیر. اگر نداشتین که نخیر، اگر داشتین که مثلا بله. آیا گذرنامه معتبر با اعتبار بیش از 6 ماه دارید؟ یعنی گذرنامه‌ای باید داشته باشین که تاریخش از 6 ماه بیشتر باشه، 1 سال باشه، مثلا 10 ماه باشه، 2 سال باشه، 3 سال باشه، اینقدر باشه. آیا گواهینامه رانندگی معتبر دارید؟ اگر دارید که بله، اگر ندارید که نخیر. من بله را انتخاب کردم. خب گفته که در دسترس بودن، چه زمان شما در دسترس می باشین؟ اینجا نوشته که برای عضویت به 3 ماه زمان نیاز دارم، مثلا برای عضویت به 6 ماه زمان نیاز دارم. من انتخاب کردم هر زمان که بخواین من آماده هستم. مثلا اینجا نوشته که آیا رزومه شما آماده است؟ اگر آماده است بله رو بزنین، اگر آماده نیست نخیر بزنین. اینجا آماده پایین پروفایل آنلاین شما اختیاری است. اگر فیسبوک است، اگر صفحه ایکس است، اگر صفحه اینستاگرامتون است، ایناش همه لینکادش اینجا بذارین، پستش کنن که برن چک کنن، باز چک میکنن. مثلا خب سیاست حفظ حریم خصوصی و پایین نوشته که تایید میکنم که مالک تمام محتوای ارائه شده توسط من در این رویداد هستم. رضایت خود را برای به اشتراک گذاشتن داده هایم به شریکای استخدام کننده و شرکت ها برای اهداف استخدامی اعلان می کنم. ثبت نام بزنین، کارتان تمام میشه.